درود و رحمت خدا بر شما باد ای برادر عزیز و داملای شیرین بیان حاجی میرزا. سوال: آیا نام اساسی ابو هریره چی بود و چرا او را ابو هریره میگویند؟ ابو هریره که ما به نهایت نام این حضرت را زیاد میگیریم، نام اساسیش در زمانهای جاهلیت میگوید عبدالشمس نام داشت. عبدالشمس، شمس گفته آفتاب میگویند، یعنی بنده شمس. اون زمانهای جاهلیت که بود عبدالعزا میماندن، بنده بوت، همون بوتهایی که بودن همون به نامهای همونها میماندن، یعنی از خدا و از آخرت که درکدار نبودن این گونه نامهای میماندن که یعنی فقط به همون خداهای خودشان چی بود؟ روانه بود. این ابو هریره در دوره های جاهلیت عبدالشمس نام داشت، بنده آفتاب. رسول اکرم وقتی که ایمان آوردن، یعنی سال 7 هجرت بود که ایمان آوردن، وقتی ایمان آوردن پرسیدن که تو چی نام داری؟ گفت من عبدالشمس نام دارم. گفت تو عبدالشمس نیستی، تو نامت عبدالرحمن است. رسول اکرم نام ابو هریره را به عبدالرحمن تغییر دادند. عبدالرحمن ابن صخرین، پدرشان صخر نام داشت و خودشان عبدالرحمن نام داشتند. چرا کنیت ابو هریره داشتند؟ اصلا رسول اکرم را ابو هریره نمیگفت، بلکه ابو هر میگفت، زیرا هر این مذکر است، هریرهش مؤنث است. یعنی ابو هر گفته فریاد میزد. کسی ابو هریرهش میگفت که مرا پیغمبر خدا ابو هر گفتند، از این خاطر ابو هر گوید مرا. و این نام از کجا پیدا شد؟ میگه در آوان جوانیش این ابو هریره با پیشیک بسیار بازی میکرده است و گربه را به نهایت دوست میداشته است. این لقب، این کنیتش از جوانیش بوده است، یعنی بسیار که محبوب همین گربه کی بوده است. از این خاطر رفیقایی که همراه خود داشت با همین کنیت ابو هریره گفته آمده، حتی که دوره اسلام هم که آورد این لقبش گم نشد، بلکه ابو هریره باقی ماند. ابو هریره یکی از نفرهایی هست که ابن جوزی میگوید که در بین تمام صحابه ها یگانه ابو هریره حدیث زیاد حفظ میدانست و روایت کرده است. 5374 حدیث را ابو هریره روایت کردگی است. همه این از زیاد میدانستند. میگوید که سبب بسیار دانستن این حدیث های من در چی سبب بود؟ من شب و روز همراه پیغمبر بودم. من از اهل صفه بودم. اهل صفه گفته دائم در همون مسجد پیغمبر خدا نشسته بودند. اونها هیچگاه از مسجد جدا نمی شدند. هر صدقه‌ای که با پیغمبر کی می آمد، رسول اکرم که صدقه را کی نمی خورد به اهل صفه می داد. یعنی همون ابو هریره شون همراه چند شیخای دیگر که 40 یا 45 تا 70 میگویند بودن، همون شیر را چکار میکردن؟ میخوردن. از سبب دانستن من میگوید زیاد حدیث این است که با پیغمبر خدا بودم، من کار دنیا نمیکردم. دیگر سببش این بود که ابو هریره نه زن داشت نه فرزند، بی زن و بی فرزند بودن. چنان حضرت محب پیغمبر بودن که میگوید چنان پیغمبر را دوست میداشتم که در رگ و در خونم محبتش چسبیده بود. از چهره پیغمبر میگوید هیچگاه سیر نمیکردم. 1 ساعت از پیغمبر جدا میشدم گویا که قیامت بر بالای من آمده باشد. نمیتونستم از پیغمبر جدا شدم. هر روز وظیفه میگد این بود که 12,000 بار استغفر الله میگفتم. 12,000 بار. یک رشته دراز داشت، میگوید که 1000 گره داشت، مثل تسبیح های امروزه ما و شما. استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگفتن. پروردگارا به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو توبه کردیم. شب میگوید آن شب برای من حرام بود که اگر با این رشته خود 1000 بار سبحان الله نمیگفتم. پاک هستی تو ای پروردگار. پاکی پروردگارا میگفتم، بعدا سرم میماندم خواب میکردم. این گونه محبوب خدا بودن. انا همین است سببهای ابو هریره بودنش. میگوید یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیرانسال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد.
باری میگوید ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت و رو پاره پاره میکردم، لیکن مادر من در شأن تو چنان سخن قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتانستم، خانه رو ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند، یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتم، گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتند. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب میآید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند. میگوید آواز آب میآمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم. گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباسهاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزند من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه مرا میگه فرا گرفت و دستی مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا محبت ابو هریره، مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارند و احترام میکنند.